رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی به وزارت نقلیات تاجیکستان سفارش داد که مسئله از بین بردن مبلغ 100 سامانی پرداخت هر روزه تاکسی‌های مسافربر را آموخته اصولهای نو و معاصر حل مسئله پرداخت‌ها را پیشنهاد کنند. این سفارش روز 10 ایول در اجلاسیه ششمی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه صدا داده است. جلسه تحت ریاست رستم امامعلی جریان گرفت و ظاهراً با موضوع تنقیدهای شدید از پرداخت حتمی هر روزه 100 سامانی برای راننده‌های تاکسی‌های مسافربر دوشنبه هم مراجعه شده است. رئیس شهر به معاون ساحه نقلیات دستور داده است که در همکاری با وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای دخلدار برای فعالیت درست شرکت‌های مسافرکشانی تاکسی مسئله از بین بردن مبلغ 100 سامانی را آموخته در مهلت‌های کوتاه‌ترین از روی اصول‌های نو و معاصر تکلیف پیشنهاد نمایند. 100 سامانی پرداخت حتمی این طلبات است که کمتر از یک سال اخیر برای رانندگان شرکت تاکسی جورا جاری شده است. تفصیلات این خبر را در سامانه رادیو آزادی پیدا کنید.